بلایند دیت اسلامی. چقدر چیز جدیدی. ما پارت 2 الان داریم ویدیو رو رکورد میکنیم مگس خواب. اما یه چیزی برام جالب شده، وقتی که داشتم سرچ میکردم دیت ناشناس اسلامی دیدم 1000 نفر این من همین گوه خوردن. مگس رفت گیر کرد. خلاصه چاره ای نبود که ما بیایم پارت 2 شو بذاریم، چون تو چنلم گفته بودم و بعضیاتون خواستید که بذاریم. و قبل از اینکه ویدیو رو نگاه کنی ویدیو رو لایک کن و چنل سابسکرایب کن و یه چیزی یادتون نره، بالش همراهتون باشه که هر وقت گفتم بگیریم بخوابیم. بریم سراغ ویدیو. آقا سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار. سلام و درود بر شما که بیننده این ویدیو هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. امیررضا شیخلو هستم، 22 ساله، دیپلم انسانی هستم، تولید کننده. همدردیم برادر، همدردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه قاسمیان هستم، 20 سالمه، دانشجوی رشته روانشناسی و ترم 4. بچه‌ها یه چیزی خیلی توجه من رو جلب کرده. احساس می‌کنم این 2 نفر خیلی تو دل بروتر از اون 2 تا کرینج دفعه قبلی بودن. اینکه با تحریم نگفتم بسم الله الرحمن الرحیم. چرا تصمیم به ازدواج گرفتید؟ کلیه و معمولا انقدر وقتی سوال شده که هدف از ازدواجتون چی بوده هممون جواب دادیم که آرامش. شاید کلیشه‌ای شده باشه ولی کن اصل ازدواج دستیابی به اون آرامشه و اینکه خب What the fuck؟ همین الان گفتی کلیشه‌ای شده، بچه خودت گفتی اصل ازدواج آرامش است. به مراسم خواستگاری هم لطفاً جلوی همدیگه ادا در نیارید. فرزند چندم خانواده هستین شما؟ بنده فرزند اول هستم. منطقه سکونتتون کجا هست؟ شرق تهران زندگی میکنید. بعد شغل پدرتون چی هست؟ پدرم شغلشون آزاد مغازه. به به. مغازه‌دار هستن. بسیار. خب فرمودین که زنه رو میخواد بگیره پولدار بشه. تولید کننده هستیم. میتونم بپرسم تو چه حوزه‌ای کار میکنیم؟ بله، پرده‌های مغناطیسی تولید میکنم. چی تولید میکنید؟ پرده‌های مغناطیسی، اینا که برای سرما و گرما و حشرات استفاده میشه. شما فهمیدی؟ نه. این پرده‌ای که داریم What the fuck؟ What the fuck؟ مجری تخریب 100 از 1000. بنده خدا نیم ساعت توضیح داد بعد بزنه. شما فهمیدی؟ زنه. نه متاسفانه. هم بازاری هست هم تولید کنم. پرده‌ای که به صورت کرکری داخل پنجره بله، ها گذاشته هم میشه. بله، من باز نفهمیدم. هم هست. جسارتا میتونم بپرسم که متوسط درآمد ماهیانتون چقدر هست؟ تقریبا اوایل راه تقریبا 1 سالی هست داریم کار انجام میدیم. بین 15 تا 20 تومن درآمد ماهیانمون هستش. باز جای رشدش خیلی زیاده. تولیدی هستش. آقا ببخشید یه سوال دیگه ای باز. آقا من میبینی خیلی سوال دارم برای اینکه منم یه جور مجریم دیگه. منم دارم چیز میکنم این وسطم. من زیر تونوان کیدم اصلا. خب برادر دوباره مثل قبل داره از آقایی داره ته دیافراگمم که نه از پشت کمر از دم سوراخچونش داره صحبت میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که همسر ایدال شما چه ویژگی باید داشته باشه؟ این خوب بود. یه سوال خیلی کلی پرسیدین که چه ویژگی تا اخلاقیات؟ صبح میتونم بهتون پاسخ به بدم واقعا برای این سوالتون. بله. ولی سیکس پک داشته باشه، 6 بار رفته باشه جبهه و برگرده، قرآن و 2 جلد خودش نوشته باشه، وقتی میره بیرون ساعت 12 شب بتمن بشه، وقتی خانومی از بغلت رد بشه غیب بشه. یه سری اندازه انگشت یه دست بهتون میگم. اینکه شخصیت حامی داشته باشه. Yeah, shut the fuck up. Nobody cares. دیگه فاکینگ قرار نیست اصلا بلایند دیت اسلامی بذاریم، چون که الان من فهمیدم این ویدیو مثل ویدیو قبلیه، هیچ فرقی نداره. 2 تا بسیجی رو میارن همون حرفای کلیشه قبلی رو میزنن و خودشون میگن کلیشه نیست اما کلیشه‌ایه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد که بعید میدونم و ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن، حتما به این 2 تا ویدیویی که اینجا قرار میدم نگاه کنید، ولی این بالایی رو بیشتر نگاه کنید، این خفن‌تر به نظر میرسه. خدا حافظی سال 1390 نه سال 1000
999 اختراع شد. مردم سال 1900